با مقصد بلند برداشتن ملکه و مهارت ورزشکاران، آماده نمودن آنها به مسابقه‌های در پیش ایستاده و به استراحت و فراغت فرا گرفتن آنها در تعطیل تابستانه 40 نفر جودوچیان نورس ناحیه مستچوح به مشق‌های دسته‌جمعانه جلب کرده شدند. مشق‌های دسته‌جمعانه این ورزشکاران در استراحتگاه سیاوش منطقه سنگچشمه ناحیه مستچوح 10 روز ادامه می‌یابند. مقصد مشق‌های دسته‌جمعی ما در اینجا می‌گذرانیم که بسیار فایده کلان داد برای ما. در اینجا در یک روز 2 بست مشق میکنن، هم سر هم بیگه. بسیار وقت مشق‌های تکنیکی و تاکتیکی ما برای این ورزشکاران می‌آموزیم. در اینجا ما می‌خواهیم که شاگردای ما در همین مسابقه در پیش ایستاده مشق تمرین زیاد کرده صاحب جای‌های نمایان گردند. مورد با ذکر است که این اقدام با تشبث مربیان جودوی ناحیه مستچوح فریدون امیدوف و محمد جاوید امیدزاده و دستگیری والدان ورزشکاران به راه مانده شده است. این مربیان پرتجربه همه روزه 2 مرتبه ورزشکاران را به تمرین‌های آمادگی جسمانی جلب نموده با آنها نازکی‌های جودو را می‌آموزانند. ورزشکاران از این اقدام بالیده روحند، زیرا در این منطقه خوشباد و هوا برای مشق و تمرین و استراحت و فراغت آنها تمام شرایط‌ها مهیا گردیده است. من میرزاده امید میباشم. طولی 5 سال است در همین نمود ورزش و مشق ایستاده‌ام و در مسابقه‌های جمهوریوی بین‌الخلقی اشتراک کرده جای‌های سزاوار جای‌های نمایان گشتم. من بسیار خرسندم که مشق دسته‌جمعی در این آسایشگاه سیاوش گذاشته است. این به ما امکان می‌دهد که ملکه ما بلند شود و در مسابقه بین‌المللی و از بلندتر از این اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گردد. همچنین برای ورزشکاران خورد و خوراک سرغذا مهیا بوده آنها در لحظه‌های فراغت به آموختن زبان روسی جلب می‌شوند. حفظ شناوری آسایشگاه برای شناکنی و فراغت ورزشکاران مساعد بوده بعد تمرین‌ها آنها به آببازی و شناوری مشغول می‌شوند. مربیان جودو امید دارند بعد این مشق‌های دسته‌جمعی ملکه مهارت ورزشکاران بالا رفته آنها در مسابقه‌های در پیش ایستاده به دستاوردهای ارزنده نائل می‌شوند.